سلام، خوش اومدید به کانال ما تنها نیستیم. اگه ماجرای ماورایی داشتید و دوست داشتید از این کانال پخش و منتشر شه، به کانال تلگرامی ما تنها نیستیم بپیوندید و ماجراتون رو برامون ارسال کنید. ماجرا از اون جایی شروع شد که کبیر، پسر بچه 6 ساله ماجرای ما، برای جشن چهارشنبه سوری به خونه عموش رفت و اونجا یه پرنده غول پیکر رو دید که هیچ کس قادر به دیدن اون پرنده نبود. اسم اون پرنده رو پیکار مرگ گذاشته بود. بعدها کبیر راز پیکار مرگ رو فهمید. موقع شام یه زن عجیب و غریب سرشو از پنجره داخل آورد و به کبیر گفت آتیشت روی حیاط گر گرفته، بیا بیرون تا با هم بازی کنیم. وقتی کبیر بیرون رفت، 3 زن و یه پیرمرد عجیب و غریب از داخل باغچه بیرون اومدن و با کبیر شروع به بازی کردن و در عین حال پیرمرد یه مراسمی رو انجام داد که کبیر رو از آن خودشون کرد. بعد کمی پرسه زدن در دنیای اجانین به دنیای خودش برگشت. اما نه تنها، یه زن که کبیر اسمشو نغمه گذاشته بود همیشه همراهش بود و همیشه مراقبش بود، تا اینکه فهمید همه قبایل دنبال کبیر هستن. البته دنبال کبیر نبودن و دنبال علمی بودن که خدا به کبیر داده بود. یه قبیله به اسم قیتوره قصد جون کبیر رو داشت که نغمه به سردار سرها خبر داد و اون قیتوره رو کشت. بعد اون یکی از قبایلی که خیلی ضعیف بودن قصد دزدیدن کبیر رو داشتن. نغمه از دزدیدن کبیر جلوگیری کرد. ظهر اون روز کبیر رو برد به دنیای اجنه و به پادشاه خبر داد که همه قبایل دنبال به دست آوردن کبیر هستن. از همین رو پادشاه خیلی عصبانی شد و رئیس قبیله‌ای رو که زیر دست قبیلشون بود رو با غل و زنجیر آورد جلوی کبیر و نغمه. سردار سرها با پتک چوبی سر اون فرد رو له کرد. جنگی سر گرفت. اون جنگ خسارت زیادی رو گذاشت روی دست قبیله، اما کبیر ارزشش رو داشت. لینک قسمت‌های قبل این بالا میاد و میتونید تماشا کنید. اگه که موافق باشید بریم که ببینیم توی این قسمت چه ماجرای قرار رخ بده. نمیدونم، ولی اون لحظات بین 13 تا 14 سالگی من بود که با نغمه به دنیای انسیان اومده بودیم. پدر و مادرم از رفت و اومدهای خبردار شده بودن. میگفتن تو توی اتاقت بودی، تا خواستیم برات چای بیاریم دیگه ندیدیمت. علل خصوص که زمان دنیای ما تا دنیای اجنه فرق میکرد. من به گمونم چند ساعتی نبودم، اما توی دنیای انس 4 روز گذشته بود. اول از همه یه توضیح طولانی از نغمه خواستم. گفتم نغمه، من تو وجودم چی هسته که همه دنبالم هستن؟ نغمه میخواست با این حرف چرت و پرتش منو متقاعد کنه. گفت ما باید بهت یاد بدیم که چطوری پرواز کنی. گفتم خودتون که چند نفر دارید که پرواز میکنن. زنهایی هستن که بالهای بلندی دارن، خودم دیدمشون. که اونجا گفت کبیر تو میتونی اطلاعاتی رو بهمون بدی که خیلی برامون مفیده. تو فقط میتونی ذهن اجنه رو بخونی. فقط باید یه تعلیم ببینی. روح تو باید از تنت بیرون بیاد و بعد پرواز کنی به قبایل دیگه و ذهن رئیس قبیله‌شون رو بخونی. نه کسی تو رو میبینه و نه کسی میتونه با طلسم جلوی تو رو بگیره. حتی جادوگراشون هم نمیتونن کاری کنن. گفتم چرا منو نمیبینن؟ چرا کاری نمیکنن؟ بعد مثل این که از دهنش در رفته باشه گفت روح انسانها از اجنه خیلی قوی تره. حالا فکرشو بکن، تو یه انسان معمولی نیستی،
خیلی قوی تر از بقیه انسان ها هستی. دوباره گفت البته اجنه رو هم دست کم نگیر، علل خصوص قبیله ما رو. قبیله ما لشکرش میتونه دنیای انس رو تار و مار کنه. گفتم خب چجوری باید روحو از تنم بکشم بیرون؟ چجوری باید روحو بیارم توی تنم؟ گفت فقط تمرین و تمرین. اول توی دنیای انس این کار رو انجام میدیم، بعد که خبره شدی به قبیله میریم و امتحان میکنیم. گفتم باشه. تا 7 روز یه جن مؤنث که خیلی زشت بود به دنیای انس می اومد. اون زن جادوگر قبیله نمزود بود. اولش بذارید اون جن مؤنث رو براتون تجسم کنم. موهای بلند و فرفری داشت، بدن لخت و اوری داشت، گردن لاغر و بلندی داشت، قدش هم خیلی بلند بود. زمانی که توی اتاقم بود از کمر تا میخورد. سینه هاش به حدی افتاده بودن که روی زمین کشیده می شدن. به حدی سیاه بود که توی دنیای تاریکی نمی شد اونو دید. چشمای خاکستری داشت و بینی هم روی صورتش نبود. تا 7 روز با یه شیره که نغمه می گفت این شیره سبکی میاره پاهامو ماساژ میداد. من از اون موجود ترسی نداشتم، ولی همیشه که می اومد چشمامو می بستم. آخه حالم ازش به هم می خورد. نغمه می گفت رو از قفسه سینت بیرون میاد، اما از کف پاهات داخل میره. این کار رفتن روح به جسم راحت تر میکنه. هر صبح یه اورادی رو که به زبان بیگانه‌ای بودن و به سینم میبست. نغمه میگفت تا زمانی که گناه کبیره‌ای رو انجام ندی روح راحت تر ورود و خروج میکنه. یه شب که قرار بود چند روز بعد این کار رو امتحان کنیم، برای اولین بار روح از تنم بیرون بره، خوابیدم روی تخت خوابم و چشمامو بستم. ناخودآگاه فکر کردم، یه جورایی دستور دادم. با ذهنم به روحم دستور دادم که خارج شو. وقتی روحم از جسمم بیرون اومد بالای تخت خوابم موند. یه چیزی دیدم که دیدن اون حالمو از دنیای اجنه به هم زد. نغمه بالای سرم نشسته بود، اما نه اون نغمه ای رو که براتون تجسم کردم. یه موجود که هر چقدر از نحوستش براتون بگم باورتون نمیشه. یه رنگ ماورایی سبز و نارنجی که در هم تنیده شده بودن و اون رنگ میدونستم که مال وجود منه. انگار مثل شفق قطبی داشت از سمت من به سمت مشام نغمه میرفت. نغمه هر چقدر از اون رنگ ها بیشتر استفاده میکرد فربه تر میشد. نگو این کار همیشش بوده. من با چشم سر توانایی دیدنشو نداشتم. وقتی 16 سالم بود تازه فهمیدم که نغمه داره از انرژی روح و جسمم تغذیه میکنه، اما دیگه خیلی دیر شده بود. اون صحنه به قدری هولناک بود که ترسیدم و همون جور که نغمه گفت روحم از طریق پاهام رفت توی جسمم. اما اصلاً با نغمه در مورد این که برون فکنی روح کردم حرفی نزدم، هیچ صحبتی نکردم، تا اینکه رسید چند روز بعد باز برون فکنی روحم رو انجام دادم. چند باری که برون فکنی انجام دادم مطمئن شدم که حتما روحم قرار باز برگرده به جسمم. نغمه گفت کبیر فقط برو بالا، توی اطراف پرسه نزن. چند باری که برون فکنی کردم یه مورد توجهم رو جلب کرد. توی دنیای انس با برون فکنی روح استراق سم غیر ممکن بود. یعنی یه قدرت خیلی زیاد باعث می شد من سمت خونه‌های مردم نرم. یه قدرتی که نمی شد دیدش. آخر روح اجسام سه‌بعدی براش معنی ندارن. اما اینم بگم که اجنه چون 2 بعدی هستن میتونن از اجسام 3 بعدی مثل در و دیوار عبور کنن.
چند بار اول که برون فکنی روح کردم و به اطراف رفتم، سرعتم به قدری زیاد بود که در عرض چشم به هم زدنی رفتم به جنوب ایران. اما توی آسمون ملک هایی بودن که وقتی به اطرافم میرفتم جلوی راهمو میگرفتن و منو به جسمم بر میگردوندن. حتی دیدمم گسترده تر شده بود. کم کم داشت خوشم می اومد. به شمال، جنوب، غرب و شرق که می رفتم همون ملک ها می اومدن و جلوی راهمو می گرفتن. اما وقتی صاف به آسمون می رفتم کسی دیگه جلوی راهمو نمی گرفت. این قدری می رفتم که خودم خسته می شدم و از بالا بر می گشتم به جسمم. نغمه هم فقط تشویقم می کرد. به حدی توی کارم ماهر شده بودم که فقط کافی بود اراده کنم و برون فکنی اتفاق بیفته. بعد این یه روز با نغمه رفتیم به دنیای اجنه. قبیله خیلی بهتر شده بود و از اون حالت جنگ زدگی در اومده بود. این بار خود پادشاه به استقبال من اومد. گفت تمام مردمان رو به اینجا بخوانید. وقتی مردم قبیله و رئیس و رؤسا حضور پیدا کردن، پادشاه اول سخنرانی کرد و از من گفت. بعد گفت خب کبیر، منتظریم، انجامش بده. گفتم مگه من برون فکنی روح انجام بدم شما روح منو میبینید؟ که پادشاه گفت نه، کسی قادر به دیدن روح تو نیست. گفتم خب چطوری ثابت کنم؟ که پادشاه گفت برو به خونه خود من، برگرد و بیا، بگو چی دیدی. گفتم توی دنیای انس اجازه نداشتم که به حریم خصوصی و شخصی کسی وارد شم، ولی سعیمو میکنم. خوابیدم و تا توی ذهنم به برون فکنی روح فکر کردم، روحم از جسمم جدا شد، رفت بالای قبیله. ولی کل مردمان قبیله رو مثل همون جادوگر میدیدم. فقط یه زن رو اونجا دیدم که سنش حدوداً سن یه زن 40 ساله دنیای خودمونو داشت. یه حسی بهم گفت این یه زن مرد انس بوده یا یه زمانی با یه مرد انس همخوابیایی داشته. ظاهراً هم با بقیه فرق داشت. قد متوسط و موهای جوگندمی و دهنی گشاد داشت. پاهاش لنگ بودن. تنها کسی که فرق داشت همون زن بود. بدون اینکه بدونم خونه شخصی پادشاه کجاست راهی شدم. خونش مثل همه خونه های قبیله بود. به راحتی وارد خونش شدم. 3 زن اونجا بودن. یکیشون مشغول جمع کردن هیزم بود و دومی نوزاد دستش بود. سومی هم مشغول به عمل آوردن آتیش بود. یه عده زیادی هم بچه داخل یکی از اتاقها بود. البته میگم اتاق، این تجسم منه. اصلا شبیه اتاق نبودن. به اتاق دیگه‌ای رفتم. اون اتاق کسی داخلش نبود. خیلی هم مرتب بود. یه تخت چوبی اونجا بود که سنگ‌های زیبا و قیمتی روش کار شده بودن. کنار تخت زمین رو 2 متری حفر کرده بودن. با چوب یه حالت صندوقچه اونجا درست کرده بودن. وقتی داخل صندوقچه رو نگاه کردم 7 نوشته وجود داشت و سنگ‌های کوچیک و بزرگی هم وجود داشتن. اون سنگ‌ها یا شفاف بودن یا تیره و تار. چند سنگ هم از بین اون سنگ‌ها شکسته بودن. البته حکاکی‌هایی هم روی اون سنگ‌ها وجود داشتن. برگشتم و تمام دیده هامو به پادشاه گفتم. تمام مردم هلهله کردن و تا شب جشن و سرور برپا بود. اما توی قبیله چیزی برای خوردن یه انسان وجود نداشت. نشستم کنار پادشاه و گفتم مشخص اون نوشته ها و اون سنگ ها چیز مهمی بودن که اونجا قرارشون داده بودید. گفت آره، اون سنگ ها یعنی عهد قبیله با من. همه اهل اینجا سنگ هاشون پیش منه. اون سنگ ها یعنی شیشه ی عمر هر جن. سنگ هایی که سفید بودن
یعنی صاحب سنگ ها که یه جن توی قبیله من زندگی میکنه تا حالا کار بدی انجام نداده. اونایی هم که سیاه بودن، یعنی اهلشون و صاحبشون که یک جن هسته، خیلی ناخلف هستن. حتی سنگ طبیب هم پیش منه که تیکه و تیکه شده. نشون از این میده که صاحب سنگ مرده. هر زمان خواستی جنی رو به دست بگیری، سنگشو ازش بگیر. هم عهده، هم میتونی کنترلش کنی. هم میتونی هر وقت که اراده کردی اون سنگو بشکنی و اون جن میمیره. بعد از این پادشاه به این فهموند که باید بری به قبایل دیگه و برامون خبر بیاری. خب منم چند باری این کارو انجام دادم. حتی یه بار شنیدم رؤسای یکی از قبایل قصد داره دختر پادشاه قبیله نمزودو برای پسر خودش بگیره که نفوذش توی قبیله بیشتر شه. اما برون فکنی من 2 عیب داشت. 1، حساب زمان و مکان این دنیا از دستم در می رفت. حتی توی 14 سالگی از مدرسه اخراجم کردن و دیگه نتونستم برم مدرسه. 2، وقتی برمیگشتم به دنیای انسیان به حدی مریض می شدم که 2 ماه بدن درد بودم. جو دنیای اجنه به درد زندگی یه انسان نمیخوره. از طرف دیگه‌ای هم قبایل فهمیده بودن که من برای قبیله نمزود کار میکنم. میخواستن از در رفاقت وارد شن. گیاهای دارویی برام می آوردن که حالم خوب شه. یا حتی سفره‌های 7 رنگی برام پهن میشد. منو به قبیلهشون دعوت میکردن. از 18 سالگی زنان زیبا برهنه‌ای رو هم در هر 2 دنیا میدیدم که برام هدیه می آوردن. به خاطر این بود که من با قبیلهشون عهد ببندم. اما قبیله نمزود دیگه اعتنایی به من نمی کرد. حتی پادشاه چند باری ازم درخواست کرد که همبستری با زنان قبیله رو انجام بدم. اما من نه زنان قبیله نمزود رو قبول کردم و نه زنان قبیله دیگه ای رو، چون زمان برون فکنی روح شکل ذاتی همه اجانین رو می دیدم. حتی قبیله ای بود که اسم قبیلهش رو نمیتونم بگم. موجودات شروری توی اون قبیله زندگی میکردن که شکل ذاتیشون دقیقاً مثل میمونهای بدریخت بودن که دست از هیچ قبیله‌ای بر نمی داشتن. اما اونجاها تازه بعد این همه مریضی و دربدری تازه یه چیزای دستگیرم شد. پدر بزرگ پدرم شیخ احمد با یه جن ازدواج میکنه. اون جن به پدر بزرگم میگه که من نسل تو رو سرافراز میکنم. عاشق دنیای اجنه بود. عاشق طلسمات و دعانویسی، اما نه برای درآمدش، برای فهمیدن رازهای اون دنیا. شیخ احمد توی یکی از دست‌نوشته‌هاش میگفت یه شب که توی کارگاه قالیبافیم خوابیده بودم، دیدم صداهایی از پشت بوم به گوش میرسه. چراغ موشی رو روشن کردم. دستم به یه موی بافته شده خورد. وقتی اون مو رو گرفتم دیدم اون موی بافته شده از آفتابگیر اتاق گنبه‌ای افتاده داخل اتاق و تا نزدیک فرش هم میرسه. اولش موهاشو بو کردم. بوی زنی با اصالت از جن رو میداد. همونجا تیکه‌ای از موهاشو بریدم. اون زن تا فهمید جیغی از هرس کشید. اون زن دیگه میدونست تا امانتی رو پس نگیره به دنیای خودش نمیتونه برگرده. وقتی اومد برای پس گرفتن امانتیش گفتم هر چی میدونی بهم بگو. تا 1 سال دنیای ما داشت رازهای اجانینی رو که دشمن قبیلش بود رو میگفت. بعد 1 سال موهاشو بهش دادم. از زمانی که اون موها رو بریدم شاخ به شاخ اون موها داشت توی دست من سفید میشد. اما اون قبولشون نکرد و از عشق با هم صحبت کرد. 3 بچه حاصل ازدواج من و اون جن بود.
پدر بزرگ مادریم هم یه مدیوم خاص بود. مثل من توی بچگی با اجنه عهدنامه‌ای بست. توی 40 سالگی چون به عهدنامش پای بند نبود، اجنه شبی آتیشی زدن. من موندم و یه عالم غم و غصه که چرا توی بچگی همچین کاری کردم. پس یه روز رفتم به دنیای جنیان. دیگه اونجاها بود که نفسم داشت تنگ می شد. تا رسیدم کنار پادشاه 100 بار رنگ مرگو حس کردم. به پادشاه گفتم که برون فکنی روح منو از پا انداخته. نزدیک مرگمه. عهدمو پس میگیرم. پادشاه و سردار سر گفتن خب پس عهدنامه‌ای بنویس که با هیچ قبیله‌ای عهدی نخواهی بست. گفتم نه، نمیتونم. بدون که من با هیچ قبیله‌ای عهدنامه‌ای نمی نویسم. مطمئن باش. ولی اجنه مکارن و فریبکار مثل شما. نغمه از سن بچگی داشت از انرژی من استفاده می کرد و قبیله تو هم توی بچگی با هم عهدنامه‌ای نوشتی که سردار سرها یه ضربه زد به دست راستم. اونجا عصبی شدم و خواستم مقابله کنم. گفتم اگه عهدنامه رو باطل نکنی راز قبیلتو به همه میگم. که پادشاه گفت باشه، تو مختاری، اما اگه رازی از ما فاشه مطمئن باش که زنده نمیمونی. از این به بعد هم خیلی باید مراقب خودت باشی، چون این عهدنامه که باطل شه همه ی اجنه دوباره به سمتت هجوم میارن. عهدنامه توی شبی از آبان ماه، زمانی که ماه کامل بود، روی ارتفاع قبیله با خنجری بر کف دست راستم باطل شد و خونم رو در آب چشمه وسط قبیله ریختن. هنوزم که هنوزه نغمه به هم سر میزنه. خب رفقا، قسمت سوم و پایانی مدیوم هم همینجا به پایان رسید. فرستنده این داستان گفت که هنوزم ماجراهای زیادی براش رخ داده و قول داده که ماجرای دقیق دوتا پدر بزرگش رو برامون ارسال کنه. خودش بهمون گفت که دارم دستنوشته های شیخ احمد رو میخونم. بعد اتمام کارم باز ماجراهایی رو ارسال میکنم که منم بهش قول دادم این ماجراها رو با سرتیتر مدیوم توی کانال ما تنها نیستیم قرارشون میدم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا شبی دیگه و داستانی دیگه، خدا حافظتون باشه.